مسیح کیست؟ عیسی مسیح راجع به خودش حرف میزنه در کتاب مقدس و ما امروز یک قسمت کتاب مقدس از انجیل یوحنا میخوانیم با هم به این پرسش جواب بدیم. خب یوحنا بابی 10. ببخشید. براستی به شما میگویم، هر کی با آهل گوسفند از در ند. یوحنا بابی 10. براستی به شما میگویم، هر کی با آهل گوسفند از در ندرآید، بلکه از راه دیگر داخل شود، وی دوست و راهزن است. لیکن هر کی از در درآید، وی چوپان گوسفندان است. دربان در را برای وی میکشاید. گوسفندان به آواز وی گوش میدهند. وی گوسفندان خود را نام به نام میخواند و بیرون میبرارد. چون گوسفندان خود را برآورد، پیشا پیش آنها میرود و گوسفندان از عقیب وی میروند، چون که آوازش را میشناسند. خیلی خوب. پس عیسی مسیح ما را راهنمایی میکنه و عیسی مسیح به ما قول داده که هر جا که میریم او پیش از ما میره و راه نشون میده، مثل یک شبان گوسفند را راهنمایی میکنه. و عیسی مسیح اینجا راجع به خودش حرف میزنه، میگه کی هست. لیکن از عقیب کسی بیگانه نمیروند، بلکه از وی میگریزند، چون که آواز بیگانه را نمیشناسند. همین مثل را عیسی به آنها گفت، لیکن آنها نفهمیدند که او به آنها چی گفت. باز عیسی به آنها گفت، براستی به شما میگویم، من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که پیش از من آمدند دوست و راهزن هستند، لیکن گوسفندان به آواز آنها گوش ندادند. من در هستم. هر کی به وسیله من داخل شود نجات می‌یابد و به درون و بیرون می‌رود و چراگاه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا که بدزدد، بکشد و تلف کند. من آمدم تا که آنها حیات یابند و آن را به فراوانی داشته باشند. من چوپان نیکم. چوپان نیک جان خود را برای گوسفندان فدا می‌کند. لیکن مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان از آن خودش نیستند، چون ببیند که گرگ می آید، گوسفندان را مانده می گریزد و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می کند. مزدور می گریزد چون که مزدور است و غم گوسفندان را نمی خورد. من چوپان نیکم و منسوبان خود را می شناسم و منسوبانم مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را برای گوسفندان فدا می کنم. این یعنی چه؟ که عیسی مسیح چوپان نیک هست و برای گوسفندش فدا کرده است، زندگی خودش فدا کرده است. خب ما میفهمیم که عیسی مسیح مصلوب شد، خب روی صلیب مرد و این هدف داشت. مرگش برای ما بود. او برای ما فدا شد. خب و عیسی مسیح راجع به این حرف میزنه، میگه که او برای ما جان خودش برای ما فدا کرده است. خب من گوسفندان دیگر نیز دارم که از این عاقل نیستند و آنها را نیز باید آورم. آنها نیز آواز مرا خواهند شنید و یک رمه و یک چوپان خواهند شد. خیلی خوب. پس او گفت که گوسفند دیگه
داره. یعنی چه؟ خب در اون موقع عیسی مسیح به یهودیان حرف میزد، چون عیسی مسیح خب خودش یهودی بود. خب با خدا برنامه داشت از یهودیان به همه در جهان برکت بده. خب پس در اون موقع عیسی مسیح به یهودیان صحبت میکرد، ولی خب عیسی مسیح میگه که من گوسفند دیگه دارم و باید اونا را بیاورم. خب شما یکی از اونا که عیسی مسیح راجبش صحبت کرد. خب عیسی مسیح میخواد شما باهاش باشی که عیسی مسیح چوبان باشه و میخواد که شما با او یکی باشید و باهاش باشید برای همیشه. خب زندگی خودش بهت بده برای شما، چون خداوند شما را دوست داره. زیاد فرقی نمیکنه کی هستید و چه کار کردید. خدا حاضره گناهت ببخشه، خب چون دوستت داره. خب این حقیقت است برای همین کس. خب خدا در کتاب مقدس میگه که خدا نمیخواد که کسانی بمیره، ولی میخواد به ما نجات بده. میخواد که همه کس پسر خدا باشند. خب و عیسی مسیح دعوتت میکنه و میگه که هر گناه پاک میکنم، دوست دارم. خب الان ادامه میدم. از این سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود را فدا می‌کنم تا که آن را باز یابم. هیچ کس آن را از من نمی‌گیرد، بلکه خود من آن را فدا می‌کنم. قدرت دارم که آن را فدا کنم و قدرت دارم که آن را باز یابم. این حکم را از پدر خود گرفتم. به سبب این سخنان باز در بین یهودیان اختلاف افتاد. بسیاری از آنها گفتند او دیو دارد و دیوانه است، چرا به سخنانش گوش می‌دهید؟ دیگران گفتند این سخنان دیوانه نیست. آیا دیو میتواند چشم کوران را باز کند؟ در یروشلیم عید تجدید برپا شد و زمستان بود و عیسی در معبد در رواق سلیمان میگشت. یهودیان گرد او را گرفته به او گفتند تا کی ما را در تردید میگذاری؟ اگر تو مسیح باشی آشکارا بگو. عیسی به آنها جواب داد من به شما گفتم و ایمان نآوردید. اعمالی که من به اسم پدر خود به جا می آورم بر من شهادت می دهد. لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا که از گوسفندان من نیستید، چنان که به شما گفتم. گوسفندان من به آواز من گوش می دهند و من آنها را می شناسم و آنها مرا پیروی می کنند و من به آنها حیات جاودانی می بخشم و آنها تا ابد تلف نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من کشیده گیرد. پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من کشیده گیرد. من و پدر یک هستیم. خب این خیلی جالبه و به ما نشون بده که خب عیسی مسیح یک انسان عادی نیست. خب بیشتر از انسانه، بیشتر از پیامبره. خب عیسی مسیح ادعا میکرد که پسر خداست و ادعا میکرد که او و پدرش یکی هستند.
یکی هستن. خب پس اون خیلی اون رهبر دین رو اذیت میکرد، چون اونا دوست نداشتن که اینطور کافر کنه. این کفر بود که عیسی مسیح اینو گفت. خب پس برای اونایی که میگند حضرت عیسی مسیح خیلی خوب پیامبره، یک پیامبر نمیتونه ادعا کنه که با پدر آسمان برابره، خب بدون کفر. خب پس اگر راست نبود، اگر حقیقت نبود، پس عیسی مسیح پیامبر نبود. درسته؟ خب پس این چیزها عیسی مسیح راجع به خودش گفت که من پسر خدا هستم، من با خدا یکی هستم. پس این خیلی عجیب بود و زیاد مردم اینو رد کردن، دوست نداشتن. خب ولی عیسی مسیح خب اگر حقیقت میگفت، پس نمیتونیم فکر کنیم فقط پیامبر هست. باید ایمان بیاریم که او پسر خداست که برای ما مصلوب شد، که رستاخیز شد، که برای همیشه زندگی میکنه و ما را دعوت میکنه تا زندگی حیات، زندگی جاودانی داشته باشیم. خیلی خوب. باز یهودیان سنگ برداشتند تا که او را سنگسار کنند. عیسی به آنها جواب داد: از جانب پدر خود به شما بسیار اعمال نیک نشان دادم. از برای کدام آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب او گفتند: تو را برای عمل نیک سنگسار نمی کنیم، بلکه برای کفر، زیرا تو که آدم هستی خود را خدا میخوانی. عیسی به آنها جواب داد: آیا در شریعت شما نوشته نشده است؟ من گفتم شما خدایان هستید. اگر آنهایی را که کلام خدا سویشان نازل شد خدایان خوانده است و نوشته نمیتواند باطل شود، پس به کسی که پدر او را تقدیس کرده به جهان فرستاد، چطور شما میگویید که کفر میگویی؟ چون که گفتم پسر خدا هستم. اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم، به من ایمان نه آورید، و اگر به جا می آورم، هرچند شما به من ایمان نمی آورید، پس به اعمال ایمان آورید، تا بدانید و باور کنید که پدر در من است و من در او. آنگاه باری دیگر خواستند او را دستگیر کنند، لیکن او از دستشان رها شد و باز به آن طرف اردن، به همان جایی که پیشتر یحیی تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. و بسیار کسان نزد او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه نشان نداد، لیکن هر آنچه یحیی درباره این شخص گفت راست بود. و بسیار کسان در آنجا به او ایمان آوردند. خیلی خوب، خیلی خوب. پس خیلی عالی بود. دیدیم که عیسی مسیح چوپان نیک است. او ما را دوست داره، او ما را راهنمایی کنه و او گفت که چوپان نیک برای گوسفند خودش زندگی خودش فدا میکنه. خب و عیسی مسیح این برای ما انجام داد. او برای ما خب روی صلیب مرد و این هدف این بود که گناه ما ببره. خب و این برای چند مردم خیلی عجیبه، درسته که یک مرد گناه ما را ببره. خب ممکنه فکر میکنیم که اگر خوب کار کنیم
خدا ما رو قبول کنه و اگر بد کار کنیم خدا ما را رد میکنه. خب و ما را قبول نمیکنه. خب خدا میخواد که ما کارهای نیک انجام بدیم، کارهای نیک کنیم، ولی اشکالی هست که ممکنه میخواییم کار نیک، کار خوب انجام بدیم، ولی گاهی اوقات کار خوب نکنیم، گاهی اوقات ما کار بد کنیم. خب و خبر خوب اینه که خدا یک راه فراهم کنه، چون خدا شما را دوست داره. شما میخواد شما را قبول کنه و راه فراهم کرده تا تمام گناهات پخش بشه و این طرف عیسی مسیح است. خب عیسی مسیح ایمان بیارین و قول دارید از خدا که گناهاتون پاک میشه. خب خیلی خوب، خیلی ممنون که تماشا کردید و امیدوارم دوباره حرف میزنیم و با هم کتاب مقدس بخونیم و خدا با شما باشه. برای شما دعا میکنم. خداوند خیلی ممنون برای اونایی که در تاجیکستان هستن و در کشورهای دیگه. دعا میکنم که حضورت با اونا باشه، که پرشاد باشند و حقیقت راجع به حضرت عیسی مسیح بدونند و قبولش بکنند. خداوند خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنیم که برای ما فراهم کردید و ما را دوست دارید. دوست خودت به همه که اینو تماشا کنند نشون بدین. آمین. خیلی ممنون و خداحافظ.